در بابت حقوق شوهر بود. شوهر بالای زنها چه حقها دارند؟ الحمدلله که ما و شما از یک ذره او، از یک پارچه او آگاه شدیم و انشاءالله میخواهم این جمعه و جمعه دیگر را هم در حقوق شوهرها بالای زنها ببخشم. اگر من باور کنین به خدا قسم، اگر 10 جمعه روی برو اگر در باب حقوق شوهر اگر صحبت کنم تا حال کم است و تا حال در اسلام اینقدر حدیث و آیت ها و قصه ها برای احترام شوهر وجود دارد. لیکن انشاءالله من این جمعه و جمعه دیگر هم میخواهم که در باب حقوق شوهرها با شما صحبت کنم. ما و شما دارو ایرا میدونی چیه؟ یا پوچکی ای فیلم عربیش میاد میگن این میتونه سنگ نمک گرده های شما را بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. بردارو که پریستو میخوان گرده هاشو میتونه که تبابتش کنه. مویهای سرتون بسیار میریزد و میخواهید پیشگیری کنید. او رو میخلسترین تو بلند شدگی خون تو غوث شدگی در دل تو زلال آورده است. میخواهید این مشکل رو حل کنید. ایمونیته ضعیف دارید و تیز کسل میشوید. میخواهید ایمونیته پرقوت داشته باشید. راه همین مشکل ها من در دست ما کنجوتلی مثلا میتواند که همین بیماری ها رو برطرف کنه. مؤمن برادر مؤمن است. همین ویدیو را بگی به برادرات روی که شاید برادرای شما همین تسلی ها را داشته باشند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. در اسلام اینقدر حدیث و آیت ها و قصه ها برای احترام شوهر وجود دارد. لیکن انشاءالله من این جمعه و جمعه دیگر هم میخواهم که در باب حقوق شوهرها با شما صحبت کنم. ما و شما تا جای رسیدیم که پیغمبر خدا فرموده بوده است این من حق الزوج على زوجتی اذا ارادها على نفسها وهي على ظهر بعیر لا تمنعه. پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن هر وقتایی که اگر مرد میخواهد که کام دل خود از زن حلالی خود برارد، میخواهد که با زن خود هم صحبت شود، یعنی اگر عادی تر گوییم اگر خواهد که با زن خود خانه‌داری کند، اگرچه زن در بالای اشتر هم که سوار باشد باید که سخن مرد را رد نکند. اگر بالای اشتر هم گفت پیغمبر سوار باشد، وقتی اگر مرد به سوی اشاره کرد که من با تو میخواهم که یک جایه شوم، باید که زن چیکار کند؟ از اشتر پایان شود و خواهش مرد را برآورد. این حدیث پیغمبر خداست. من از یک حکمت این حدیث به شما خبر میدهم که چرا پیغمبر خدا اشتر را ذکر کردند. چرا گفتند که اگر زن بالای اشتر باشد؟ چرا اسب نگفتند؟ چرا خر نگفتند؟ چرا یک حیوان دیگر را ذکر نکردند؟ اولا حیوانی که برای زنها سواره خوب بود در اون دوره ها این اشتر بود که سوار شدن او برای زنها هیچ ضرری نداشت و هیچ یعنی حرکت های تیز هم نداشتند و زنها بالای اشتر سوار شدن در طاقت داشتند. و دوم حکمت همین است که برای اشتر سوار شدن به نهایت کار زیاد در کار، یعنی برای اشتر را پس کردن، سوار شدن و باز اشتر را پس کرده و باز پایان شدن، اینجا مشقت زیاد طلب میکنه. از این خاطر پیغمبر گفتن همه این مشقت را زن باید که تحمل کند، باید پسی سر کند
و باید پایان شود و باید حق شوهر را ادا کند. گفته بدیم که رسول اکرم گفته بدن کدام مردی که زن خود اگر دعوت میکند به سوی فراش خود، به سوی جایگاه خواب خود، فلتأتیه و ان کانت علی التنور، پیغمبر گفتند اگر چنده که در حالت نانپزی هم که باشد، اگر مرد از او طلب کند باید که نزد تنور ترک کند و نزد شوهرش حاضر شود. اگر چنده اینها مبالغه هستند، یعنی اگر چنده که اینها هیچ شوهر در حالتی چی بالای اشتر باشد یا نزد تنور باشد، زن خود ممکن که دعوت نکند، لیکن رسول اکرم این حالت ها را ذکر کردند که این معنای او را دارد که شوهرها حقوق بلندی دارند. اگر در این حالت ها هم از شما طلب کنند، شما حقی رد کردن ندارید. در دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، این دیگر حدیث است. پیغمبر خدا گفتن وقتی که مرد به سوی زن حلال خود دعوت میکند که نزد من بیا، یعنی در پهلوی من خواب کن، فلم تأتیه، این زن رد میکند، میگوید نه من در پهلوی تو خواب نمیکنم، من نزد نبیرهام خواب میکنم، یا نزد کیرینم خواب میکنم، یا نزد دخترم خواب میکنم، یا اینکه خلاص گپی مرد رد میکند، نمی آید. پیغمبر خدا چی گفتند؟ فبات غضبان علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. ببین چی یک وعیدی سخت نسبت زنهاست. وقتی که گپی مرد که رد شد، سخن مرد که قبول نشد، البته مرد غمگین می شود، مرد غضبناک می شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد غضبناک شد، وقتی این مرد درمند شد و خواب کرد، ای زن گفت یقین بدان که تا صبح دمیدن تو در لعنت ملائکه ها گرفتار هستی. تا وقتی که صبح میدمد تمام ملائکه ها میگویند که لعنت خدا بر تو باد که تو سخن شوهر را رد کردی. دیگر حدیث پیغمبر خدا چی میگوید؟ بین والذی نفسی بیدی، قسم به خدا گفتن پیغمبر ما و شما، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، ایما رجل یدعو امرأته الى فراشه فتأب علیه الا كان الذي في السماء ساخطا علیها حتى یرضى عنها. پیغمبر خدا گفتند وقتی اگر مرد زنی خود دعوت میکند نزد من بیا، باز این زن کدام شرط و شرایط او را نمیگذارد که نزد مرد بیاید، در پهلوی مرد ایستد، الان که وی زنی وی است باید که وی اطاعت کند هر زمان، هر ساعت، هر وقت. فتأب علیه، ابا میکند، سخن مرد قبول نمیکند. پیغمبر خدا گفتن یقین داند که الا کان الذی فی السماء، آن ذاتی که در آسمان است، مقصد از ذات آسمانی این خداوند است، ساخطا علیها حتی یرضى عنها، انا همون ذات از این زن ناخشنود می شود، غضبناک می شود تا وقتی که اگر این زن شوهر خود راضی نکرداند. بین خداوند از این زن ناراضی، ملائکه ها از این زن ناراضی، پیغمبرها از این گونه زن ناراضی. وای به حال این زن که حال این زن چی می شده باشد وقتی که خداوند ناراضی باشد، پیغمبر ناراضی باشد، ملائکه ها ناراضی باشد، پس حیات برای این گونه زن در روی زمین چگونه جایز است؟ خدا نکرده اگر همون شب این زن امانت به سوی خداوند تسلیم کند، یعنی جان به حق تسلیم کند، این زن یقینا وارد جنت نمی شود.
زیرا که پیغمبر خدا میگوید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام مرد کدام زنی که از دنیا میگذرد در حالتی که شوهرش زنده است و شوهر از او راضی است، دخلت الجنه، این زن وارد جنت می شود. زنی که اگر شوهر از او راضی باشد، شوهری که از او غضبناک باشد، ناراضی باشد، پس او زن چگونه وارد جنت می شود؟ خدا رحمت کند زنهای دوره پیغمبر را، اگرچند که اینها را من بارها به سمع شما رسانیدم، لیکن مادام موردش آمده است باز به شما ذکر میکنم. نظر کنید که زنهای دوره پیغمبر چگونه بودند. این روایت حسن بصری میکند. حسن بصری میگوید که زنهای دوره پیغمبر این گونه زن بودند که وقتی که شوهر به خانه می آمدن بیگاهی، زن از او چی سوال میکرد؟ چی میپرسید؟ اولین چیزی که میپرسید کم حفظت آیه من القرآن. امروز ای شوهری من تو در صحبت پیغمبر بودی، امروز ای شوهری من تو در صحبت داملا بودی، ای شوهری من امروز تو در مسجد بودی، چند آیت از قرآن از یاد کردی؟ این سؤال زنهای دوره پیغمبر از شوهرهاشون بود. چند آیت؟ این روزی دراز تو سپری کردی، آیا بار قرآن کشاده خواندی؟ کم حفظت حدیث من رسول الله، چند حدیث از پیغمبرت از یاد کردی؟ چی صحبتها را از پیغمبر حفظ کردی نزد ما آوردی؟ این سوالها را زنهای دوره پیغمبر از شوهرهای خود میکردند. میگوید وقتی که شوهر از کار می آمد زمانهای پیغمبر ده، البته مردها کار میکردند، مردها مثل امروزه تنبل نبودند، مردها کار میکردند، بازم کار کردنشان باز روزدار بودند. امروز جوانهای ما و شما نه روزه میگیرند نه کار به عهده دارند. اونها کار میکردند. وقتی میگوید که از کار میگشتن می آمدن بیگاهی، چی زنهای مبارک بودند، چی زنهای خدا ترس بودند. زنهایی بودند که اونها خواستگار جنت بودند. میدانستند که رضاگی شوهر این رضاگی خداست، خدا که راضی شد ما وارد جنت میشویم. این شعار اون زنها در معینه سر خود جا کرده بودند. میگوید وقتی شوهر می آمد گویا که این شوهر یک سال ندیده باشد، این گونه میگه استقبالش میکرد و پیش راهش میدوید، دستهای را میگرفت سلام میکرد و پشت دست میگه شوهرها را بوسه میکردند. گویا که این شوهر در یگان مملکت دوردست از پی کار رفته باشد. حالان که سحر برآمده بود، در مدت 5 ساعت یا 6 ساعت نمیدید، این گونه زنها استقبال شوهر میکردند. میگوید وقتی این شوهر که می آمد گویا که مهمان آمده باشد و یا وارد خانه میکردند و اولین کاری که میگه اون زنها میکردن چی بود؟ در یک ظرف میگه مثل تغاره که میگویم امروز آب گرم می آوردن و میگه شوهرها را میگفتن پایهای خود در داخل این ظرف بگذار. برای چی میکردن؟ برای میگفتن که آب گرم ماندگی شوهر را میگیرد، یعنی آن زحمت و مشقتی که از سحر تا بگاه این مرد کشیده بود برای شکم زن، برای شکم فرزند، برای بهبودی روزگارش، انا همین آب گرم آن عذاب و مشقت‌های اون پا و درماندگی اون پای می برداشت می گرفت. با دست خود میگد این پایها را می شستند، تازه می کردند. خب دستهای شوهر آب می گرفتند، در پیش اونها دسترخوان می پرتافتند و طعام شوهر آماده می کردند. چی زنهای خدمتگاری بود. وقتی میگد شب میشد چیکار میکردند؟ توضأت له و تجملت له. الک بحاجة یا فلان اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. این سخن زنهای دوره پیغمبر است. میگوید وقتی شوهر که در جاگه خواب میکرده است، در حال میگه طهارت میکرده‌اند. این زنها طهارت میکرده‌اند، سرمه میکشیده‌اند، اسمه میزده‌اند، خوشبویی میکرده‌اند و تجملت له. تمام آن زینتی که برای زن لازم است
خودشان میگد خیلی خوش جمال میکردند و نزد شوهر، نزد همان فراش شوهر راست می ایستادند. الک بحاجتون، ای شوهر عزیز، ای شوهری که احترام تو معنای آن را دارد که من فردا سزاوار جنت می شوم، آیا بر من حاجت داری یا نه؟ در حالتی که زن خیلی صورتی زیبا کردگی است. امروز شما خود قضاوت کنین، کدام زن امروز طهارت میکند، جمال خودش آرایش میدهد و نزد شوهر میآید و میگوید که چه حاجت داری بر من؟ آنها امروز زنهای ما و شما جمال میکنند، عطر میزنند، عصمه میکشند، سرمه میکشند، تمام لباس بهترین میپوشند، لیکن بازار میروند برای شوهر نی. محروم ترین کسی که امروز از جمال زن، از بوی خوش زن است، این شوهر است. اصلا بوی خوش زن نمیبینند. جمال زن هیچگاه آنها مشاهده کرده نمیتوانند. فقط آنها وقتی اگر خانه آچهشان بروند یا خانه پدرشان روند یا بازار روند یا توی روند، انا جمال تماشا کن. حالان که از این جمال او باید که مرد باید بهره برد، شوهر باید بهره برد، نه مردی بیگانه. راست می شده است. حاجت داری بر من یا نه؟ خوش به حالشان. به خدا قسم آنها همه وارد جنت شدگی هستند. کدام زنی که اگر خواهد این کار مشکل نیست، این اون قدر کاری نیست، با کرسکه و با رنگ بار رخسارت تو زینت نته، بلکه تو هر روز به طهارت باش. به خدا قسم بهترین کرسکه این آب طهارت است. تون آب طهارت قطع چهرت زیبا کرده میتوانی. در چهره تو چنان نور پیدا می شود که همه این خیمیکت هایی که هستند اینها عاجز می آیند. این کرسکه ها بعد 5 سال 10 سال چهره تو را چنان پژمرده میکنند که اگر تو 30 ساله باشی به 70 ساله مانند میشوی. وقتی مرد میگفته است که ای زن میگفته است خدا رحمت کند پدر و مادری تو را، البته این گونه زن در همین خیل معامله میکنی، خدا پدر و مادری تو را رحمت کند، من الحال بر تو هیچ حاجت ندارم، بلکه مانده شدم خواب میکنم. بعد این سخن شوهر، این زن سخن خود قطع نمیکرد است، میگفته است اتأذن لی ان اقوم مصلیا بین یدی الله رب العالمین. ای شوهر عزیز، مادامی که بر من حاجت نداشته باشی، اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز در حق جان تو خوانم. نماز در حق جان شوهر از شوهر اجازت میگیرد. اجازت نمیدهی که 2 رکعت نماز من در همین دل شب خوانم و در حق تو دعا کنم که خدا عمر تو را دراز کند، خداوند توفیق تو را زیاد گرداند، خداوند تو را بالای فرزندهای من نگه دارد. اجازت میدهی یا نمیدهی؟ چه زنهای مسلمان بودند. اونها میدانستند که این معامله فردا به نهایت مکافات کلان دارد. زن نزد پیغمبر آمد، ای پیغمبری خدا، میخواهم که شوهر کنم، چی اجازت میدهی؟ چی خدمت کنم؟ آیا وظیفه های شوهر چی است؟ رسول اکرم چی گفتن؟ لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته المرأة ما عدت شکره. پیغمبر خدا گفتن ای خواهر، گفتن شوهر میکنی؟ گفت بله شوهر میکنم. گفتن حق شوهر این است که اگر از تار سر شوهر تا کف پای شوهر اگر زرداب باشد یا خون باشد، اگر تو زبان خود براری فالحسته، اگر پاکیزه بدن همین شوهر، تا حال شکرانه شوهر به جا آوردی، تا حال تو شکر شوهر به جا آوردگی نیستی. اگر چند همین عمل قبیح را،
همین عملی دشوار را تو اگر به عهده گیری و اگر انجام دهی. این گونه بودن زنها. قصه سلیم چه قصه هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنید که در کدام حالت سلیم با شوهر خود خانه‌داری میکند. کدام حالت بالای سلیم آمده بود. سلیم این مادر انس است. حضرت انس مادرش سلیم بودند. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، سلیم به شوهر میماند. یک زمان از سلیم سپری می شود از مادر انس و مادر انس شوهر می کند. شوهر دویومی او ابو طلحه می باشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. می گوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد 1 سال گذشتن سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دویم که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسترویک میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان میداشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را میگد، همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمیر چگونه هست، از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمیر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا 2 هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پی صحرا شدن، از پی کار شدن که فرزندشون عمیر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش سلیم اطراف فرزندش میدوید، دوایی میکرد، دوستداری میکرد، آب خنک می آورد. لیکن قضای الهی بوده است، عمیر از دنیا میگذرد. میگه قسمی بیگاه بود، آمد ابو طلحه بود. در حال میگه این سلیم این فرزند خود عمیر را میگه غسل داد، تازه کرد و در کفن میگه گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد. اولین سوالی که کرد حال عمیر چگونه است، فرزندمان چی خیل شد؟ سلیم چی جواب دادن؟ میدانستند که ابو طلحه روزدار است. گفتن امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد، خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه میگد با یک دلی پور چکار کردن؟ رفته در خانه ای که دائم طعام میخوردن نشستند و سلیم میگوید طعام آوردم، روزه را کشادند. شب میگوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانه‌داری کردم. کی میتواند؟ چگونه زن میتواند که در خانه‌ای که در پهلوی او هست، فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهری خود خدمت میکند، با شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است. اگر من گویم که وی وفات کرده است، این الک غمگین می شود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیتهای نیکی در مینه سری سلیم دور میگشت. همون شب خانه‌داری کردند. میگه قسم سحر شد،
زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند. امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند، کم است. شوهر میخیزد، خود میرود طهارت میکند، تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم، تا حال بر زگا خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند. در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند، لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت، یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است، و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتند البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمیر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو میشد. تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر من وی را غسل دادم، کفن کردم، الحال برای تو خبر میدهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردند پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتند خوش به حالت ای ابو طلحه که چی زنی مسلمانی را تو صاحب هستی. امشب این خانداری که شما کردین پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند. گفتن از این نطفه شما، از این خانداری شما به نهایت فرزندی خوب به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند که همه اینا حافظ قرآن بودند. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام ام سلم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این هزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد، با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهایی بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند. میگوید اسماء در حکایت صحابه میگذارد، اسماء میگوید فرزند یزید انصاری بود. بار میگوید نزد پیغمبر آمدم و گفتم پیغمبری خدا پدر و مادرم فدای جان تو باد، من نماینده از بین زنها هستم، مرا نماینده انتخاب کردند و با پیش جناب شما روان کردند تا که از تو من سؤال دارم. گفتن چی سؤال داری ای اسماء؟ میگوید اسماء گفتن پیغمبری خدا تو هم پیغمبری مردها هستی هم پیغمبری زنها هستی. گفت بله من هم پیغمبری مردها هستم هم پیغمبری زنها هستم. گفت ای پیغمبری خدا امروز مردها نماز جمعه میخوانند، مردها نماز 5 وقته جماعت میخوانند، امروز مردها نماز جنازه میخوانند، امروز مردها عیادت بیمار میکنند، امروز مردها حج میکنند، امروز مردها عمره میکنند، امروز مردها از همه بزرگ جهاد میکنند و ما در خانه مستور هستیم، با سطر هستیم، در خانه نشسته هستیم، فرزندهای اونها را در شکم خود میبرداریم، شهوت اونها را میشکنیم، لباسهای اونها را میشوییم، لباسهای اونها را میدوزیم. ای پیغمبری خدا باز بازم این مردها در ثواب از ما گذشتند. رسول اکرم میگوید طرف اصحاب گشتند گفتند آیا در بین زنها چنین سؤال کننده را میابید یا نه؟ این سؤالی که این زن کرد
آیا از زبان هیچ زن شنیدگی هستین یا نه؟ گفتن نه پیغمبر خدا، اولین سوالی است که ما از زبان اسماء شنیدیم. رسول اکرم چی گفتن؟ ای اسماء، گفتن رفتن نزد همه آن زنهایی که تو را برای خود نماینده انتخاب کردند، با همه زنها آگاه کن که اگر زن جهاد کند، اگر چی مقدار ثواب گیرد، شما هم همان ثواب میگیرین، در حالتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. 5 وقت نمازی که شوهرها میخوانند و آنها هر روز 135 ثواب از خود میکنند، شما هم همون ثواب در خانه میگیرین اگر احترام شوهر داشته باشید. اگر شما شوهر قبول کنین، با زبان خود آنها را آزار ندهین، با چهره های ترش خود دماغ آنها را ویران نکنید، شما هم همون ثوابی که امروز مردها چه از حج باشد، چه از عمره باشد، چه از نماز باشد، شما هم صاحب میشوید وقتی که اگر احترام شوهر داشته باشید. لیکن هزار افسوس، امروز شوهرها را میبینی بیچاره چه عرابه میکشند، چه ماشین میشوند، چه در قدهای راه خدمت مردهای دیگر را میکنند. یعنی همه برای بهبودی زندگی هست. یکی وقتی بیگاه می رود، شاید بیچاره به 1 سامان رود، شاید به 2 سامان رود، شاید به 5 سامان رود، شاید روز هیچ برار نشود، بی پول رود. لیکن از آزار زنها چه مشقتی دارد. برابر قبول شدن حالان که خوش آمدی، مرحمت، چکار کنیم ای شوهر، خسته نشو، انشاءالله این مشکلات ها دور می شود. این گپ های نیک ماندگی چه عذاب های با زبان نسبت شوهرها می دهد. روز میگوید پیغمبر خدا عایشه را فریاد کردن، عایشه نزد من بیا، و گفتن ایما امرأة کلفت زوجها فی نفقتها ما لا یطیقه لم تنلها رحمت ربی و لیس لها شفاعت یوم القیامت. ای عایشه، گفتن آگاه باش، کدام زنی که اگر با زبان خود شوهر خود آزار میدهد یا از شوهر خود آن مقدار مال طلب میکند که ما لا یطیقو، شوهر طاقت او را ندارد و این زن طلب کرده ایستاده است، لم تنلها رحمت ربی، یقین داند که رحمت خدا بالای این زن نمیبارد. و لیس لها شفاعت یوم القیامت، و این زنی که شوهر خود آزار میدهد، این از شفاعت من روز قیامت محروم است. این زنها امروز وجود دارد. امروز چی دعوت‌های از مردها میکنند، چی تشکیل‌های طلب میکنند که مردها طاقت او را ندارند، چی گناه‌های از شوهرها طلب میکنند، چی راه معصیت طلب میکنند که همین کار را انجام میدی، همین معرکه را میکنی، فلانی را در خانه من حاضر میکنی، حالان که این گناه است. شوهری هست که خدا ترس است، میگوید من حاضر نمیکنم، لیکن شوهر او را زن پیوسته آزار میدهد، چی به زبان باشد و چی به دست باشد.